رفتم. بنداز کنار اون بیسته ها با. بفرمایین. پاشو یک دستی به خونه بکش، شهر شامه. باشه. ظرفارم بشور یا غذا هم درست کن. تموم شد؟ نه، آشغالرم بیزار دم در. دلیل مرده میز چرا لک داره؟ میخواستی اینجوری تمیز کنی، تمیز نمیکردی، سنگین تر بود. مامان من اون همه کار کردم، حالا اونو ندیدم فقط. سر این همون امه هات میمونی انتر. نمیتونم بلند حرف بزنم، دخترم خوابه. چقدر میخوابه؟ مگه چیکار کرده؟ حالا شد تفلک کشوی رو سریاشو مرتب کرده.